اینو برای درست کرده. شما درست کردین. میگه من دیدم تا حالا هیچ کس از این کارو نکرده. کرده اینم من کردم. آفرین. دست چایی را من درست کردم. خب مینا خانم بفرمایید. نباید یه چیزی باشه تو گل باشه ژله رو بریزین؟ چرا؟ ژله طبیعی گل خودش باشه نگه میتونه گودم نباشه. حالا ما برای شما مهم نیست. بریم گل بیاریم برای شما که نه. نه اول یه چینی بخوریم. ببخشید آقا میشینم ایشون بس که ناراحت شد ببخشید من باید اوکی نه همین که آقای تمامی تعریف کردن میخواستم که بگم که تو ایران چیکار کرده یه نفر نه که اضافه چیز واقعیت یکی از دهات رو برده بودن بیمارستان عمل کردن این باید فقط چیز آیوی میگرفت سرم میگرفت غذا حق نداشته بخوره یا یکی دیگه از دهاتی ها رفته دیدنش بهش گفته وای چرا اینقدر رنگ زرد شده چرا این قیافش بدی اینا چی میخوری؟ گفته هیچی نمیده همین آبا میره تو دست گفته یکی غذا نمیشه همین آبا رفته تو دسته چیه؟ همینجا باش من الان میرم از جگر میخرم میدم میخوری تقییت شما اون میشه زود برمیگردیم ولایت این گفته بیار من خیلی وقت اینو هیچی نمیدم و بخورم مرد همش آب میکنه تو دستم میگن این غذا میارم دوزکی رفته جگر خریده میشه پارچه و برده داده خوردنم اونو مردنم من فکرم میخوام بگم خوب شد نه خوردنم اونو مردنم اونو این نبود اصلا غذا میخوای رفته جگر کباب شده گرفته خورده خب بفهم خواهش میکنم شما داره چیز میکنید ویدیو تپ میکنید بله ویدیو میبینیم بعد چی؟ من همیشه ژله رو اینجور درست میکردم که راحت باشه خوردنش. ببخشید مینا خانم علت گفتم همه از تو بشقاب میریختن رو سفرت رو ژله ها رو بعد سفرمون میشستیم دیگه نه خب شستم خب عکس از ما باید بگیریم نه فیلم دارم میگیرم حرکت کنیم مشغول شیم چرا رفتیم داشتم فیلم بگرفتن نمیخوان توی فیلم سینمایی شرکت کنن خیلی از شری خانم میگیریم بابا از این برم بگیریم بابا بزن چاییمون رو بخوریم چاییمون رو بخوریم بفرمان بریم مشغول شیم شما برید چایی بخوریم من چیکار دارم من میخوام چایی خب شما در این فیلم میگه اما خجالت میگیشم یه چایی میخواد من تعارف کنم خودمون برمیداریم بفرمایید برام اونو بزی کنار کارش میکنم بزن راحت باشیم داره فیلم برمیدارم نه؟ بله جان من چایی منم چون میرم بخورم و پس بدم مرسی مینا خانم در حال خواندن چایی آقای باهری برای شما باید یه چیزی بخورید نمیتونی فقط این بخورید شما من چون میشم چرگی داری اصلا بودم خراب من چرا کنید سرش نیست دارم کنید رنگاتو برمیخوره چه جاله به شما گفتم یه گفت سرش نیست دو ماه پیش آماده آقای باهری آماده من خدا رو شکر سرش شما در این فاصله ایشون چرا؟